سوره تکویر در مکه مکرمه نازل شده است و از 29 آیات عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. اذا الشمس كورت چون آفتاب در هم پیچیده شود و نورش خیره شود و اذا النجوم انکدرت و چون ستارگان تیره شوند و اذا الجبال سیرت و چون کوه‌ها از جای خود بیجا بشوند و پاره پاره شوند و اذا العشار طلت و چون شتران حامله به حال خود بی صاحب گذاشته شوند و اذا الوحوش حشرت و چون جانوران وحشی جمع آورده شوند و اذا البحار سجرت و چون دریاها آتش گیرند و اذا النفوس زوجت و چون روحها با جسدها نزدیک شوند و جمع آیند و اذا الموءودة سئلت و چون از دختران زنده به گور شده پرسیده شود که بأي ذنب قتلت به چه گناه کشته شده است و اذا الصحف نشرت چون صحیفه های عمل باز شوند و اذا السماء کشطت و چون آسمان از جای خود کنده شود و اذا الجحیم سعرت و چون جهنم افروخته شعله‌ور گردد و اذا الجنة ازلفت و چون بهشت نزدیک آورده شود علمت نفس ما احضرت هر کس بداند که چی آماده کرده است از خوبی ها و بدی ها. فلا اقسم بالخنس الله سوگند یاد می کند به ستاره های بازگرداننده که روز پنهان می شوند. الجوار الکنس ستارگانی سیر کننده غایب شونده واللیل اذا عسعس و سوگند به شب چون تاریک شود والصبح اذا تنفس و سوگند به صبح چون بدمد. انه لقول رسول کریم این کتاب سخن رسول بزرگوار جبرائیل علیه السلام است. ذی قوة عند ذی العرش مکین و نیرومند است و نزد الله عرش دارای مقام بالاست مطاع ثم امین و آنجا در نزد الله فرمانبردار شده باوریناک است، یعنی در ملکوت آسمان. وما صاحبكم بمجنون و هم صحبت شما محمد صلی الله علیه و سلم دیوانه نیست. ولقد رآه بالأفق المبین به درستی او جبرائیل را با صورت حقیقیش در افق رفشان دیده است. وما هو على الغیب بضنین و آنچه را که از غیب به او گویند دریغ نمی دارد. وما هو بقول شیطان رجیم و آن قرآن گفته شیطان رانده شده نیست، بلکه سخن و وحی الهی است. فأین تذهبون پس به کجا می روید بعد این قدر حجت های قاطع؟ این هو الا ذکر للعالمین این کتاب پند است برای جهانیان، لمن شاء منکم ان یستقیم برای هر کس از شما که بخواهد راست کردار شود. وما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین و شما راستی و استقامت را نمی خواهید و بر این خواست قادر هم نمی باشید مگر آنچه را که پروردگار جهانیان بخواهد.